السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیزم، در یک مسئله فکر خدمت میخوام بهر شما ابراز بکنم. اینم همین مسئله ای که ما دیده استودم. نگاه بکن، از حسابی که هر طرف زندگی ما در وضعیتی کنونیم کارای غمگین زیاده. ما یک نمود اگر مقصد بگیریم، یک نمود شیدیم که راست گپ چی میکنیم، چی میگنش، خوبی را مقصد جذب میکنیم به خودمون، وضعیت بدیش در نگاه نمیکنیم. مقصد بسیاری ما مقصد به مینوسای خودمون نگاه نمیکنیم، به کارهای غلط خودمون نگاه نمیکنیم، به کارهای خوبی ما نگاه میکنیم. اما کارهای خوبی ما خطی هر طرفی که مقصد حواله بشیم همون طرف حرکت میکنیم. ما فکر میکنیم که اگر ما در پای اصلاح همدیگر باشیم، و بگیم مقصد خطای یکدیگر منعی کاری مقصد بد نیست، خطای یکدیگر را گفتن کاری بد نیست، کاری خوبه. خطای یکدیگر منا بگیم، ما فکر میکنیم یک وضعیت درست تصاحب میشیم. ولی اگر ما مقصد بدون مقصد شک کاری بکنیم که در خوبی های وضعیت من مقصد خوشحالی بکنیم و اون غلط های را که مقصد در بین در کار بار من رخ میتیه با اونا نظر نکنیم، ما انسان کامل شده نمیتونیم، ما انسانی درست شده نمیتونیم. برای همین عزیزای دل، کوشش غیرتتان در طرف بکنید که یک انسان درست بشین در زندگی، به خاطری که اون مال و ثروت جمع کرده مقصد در آرامیش باشه خوبتر است. و آخر دعوام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا یاور شما باشه، نگهبانتون باشه. خدا در این کانال آبونه شوید و با دوستانتون فرستید این ویدیوهای ما را تا کمی هم باشد بهر اصلاح هم دیگر حرکت بکنیم.